محترم سران دولت ها و رهبران هیئت ها، محترم دبیر کل، محترم رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، حاضرین گرامی، شما را در این همایش مهم تاریخی شادباش گفته سپاس عمیق خود را جهت اشتراک فعالتان در روند آمادگی آن ابراز می‌نمایم. بسیار رمزی است که همایش مذکور بر روز جهانی آب و جشن بین‌المللی نوروز راست می‌آید. همه شما را به این مناسبت صدقاً تبریک می‌گویم. مورد ذکر است که تاجیکستان طی زیاده از 12 ساله مسائل مربوط به آب را در روزنامه جهانی رشد پیش می‌برد. با ابتکار جانب ما مجمع عمومی سازمان ملل متحد آید به مسائل آب 9 خطنامه قبول نموده است و تطبیق آنها برای رسیدن به هدف‌های گلوبالی هم آهنگ شده در ساحه آب زمینه سازوار گذاشته‌اند. البته در پیشبرد چنین هدف‌های گلوبالی دولت‌های عضو و نهادهای سازمان ملل متحد از جمله اعضای گروه دوستان آب نقش مهمی می‌بازند. با استفاده از فرصت می‌خواستم به همه آنها برای تلاش‌های پیوسته و فعالشان در این سمت اظهار مینت‌داری نمایم. خانم‌ها و جنابان، چنانکه می‌دانید امروز ذخیره‌های آب زیر تاثیر عمیق تهدید و خطرهای گوناگون قرار دارند که به تمام ساحه‌های حیات مردم بخصوص به امنیت آزغواری، تولید نیروی سبز و پایداری طبیعت بی تأثیر نمی‌ماند. در این ردیف تغییریابی اقلیم نیز همچون عاملی تأثیررسان و ذخیره‌های آبی آشامیدنی در محور توجه ما قرار دارد. آبشوی با سرعت پیرک‌ها چه در ارکتیکا و انتارکتیدا و چه در قطعه‌های کانتیننتالی سیاره نمونه واضحی این ظهورات می‌باشد. از طرف دیگر افزایش با سرعت شماره اهالی جهان به زیادشوی طلبات به آب آورده می‌رساند. این دو عامل باعث آن گردید که در 5-10 ساله آخر نشاندهنده‌های تأمین آب به هر سر اهالی در جهان قریب 2.5 برابر و در منطقه‌های علاید عالم از جمله آسیای مرکزی زیاده از 4 برابر پس شده است. گذشته از این تغییریابی اقلیم سببی افزایش بی‌سابقه آفت‌های طبیعی مربوط به آب گردیده ایستاده است. همه ما سال گذشته و زمستان سال جاری شاهد خشکسالی و آبخیزی‌های بی‌سابقه بودیم که با مقیاس بزرگ و فراگیری جغرافی بار دیگر همبستگی زیچ آب و اقلیم را ثابت نمودند. تاجیکستان نیز همه ساله از آفت‌های طبیعی مربوط به آب خسارات زیادی مالی و جانی می‌بیند. این حالت با تلاش‌های ما برای رسیدن به هدف‌های رشد استوار مانع جدی ایجاد می‌نماید. تا هنوز 2 میلیارد نفر اهالی سیاره با آبی آشامیدنی بی خطر و زیاده از 3.5 میلیارد به شرایط نسبتاً خوب بهداشتی دسترسی ندارند. همه سال قریب 5 میلیون آدم از بیماری‌های سرایتی مربوط به آب به هلاکت می‌رسند. متأسفانه این و دیگر دلیل و رقم‌ها از ناکفایه بودن عمل‌های جامعه جهانی جهت حل مشکلات موجوده درک می‌دهند. محض به همین خاطر در روند آمادگی به کنفرانس ما با پادشاهی نیدرلند و شریکانمان از سازمان ملل متحد توجه اساسی را به گرفتن عهده‌داری‌ها جهت صورت بخشی به عمل‌ها برای نائل گردیدن به هدف‌های رشد مربوط به آب روانه نمودیم. وابسته به این
در دایره کنفرانس دویمی دوشنبه آید به 10 ساله آب که در روند آمادگی با کنفرانس امروزه نقش کلیدی داشت، ما روزنامه عمل آب را معرفی کردیم. حاضرین گرامی، ما با تلاش‌های همگرایانه در حل مسائل آب و اقلیم در دایره سازمان ملل متحد از جمله ضمن تطبیق سال بین المللی حفظ پریخ‌ها که با تشبث تاجیکستان معاهده کرد سال گذشته از جانب مجمع عمومی سازمان ملل اعلان گردید ادامه خواهیم بخشید. در این زمینه سال 2025 ما کنفرانس بین المللی سطح بلند را در موضوع حفظ پریخ‌ها در شهر دوشنبه برگزار میکنیم. تاجیکستان که در حدودش 60% ذخیره‌های آبی منطقه آسیای مرکزی تشکل می‌یابد، در دایره ریاست کشور در فاند بین المللی نجات ارال تلاش‌های خود را برای باز هم گسترش دادن همکاری‌ها در آسیای مرکزی در ساحه آب تقویت خواهد داشت. در سطح ملی ما امکانیت‌های خود را با آن روانه می‌سازیم که تا سال 2025 اصلاحات ساحه آب کشور را پوره عملی نموده، مدیریت همگرایانه ذخیره‌های آب را به طور کامل برآورده. ما استراتژی ملی کشور را در ساحه آب طبق طلبات و استانداردهای امروزه تهیه می‌نماییم. جهت دسترسی پوره اهالی کشور با آبی با صفت آشامیدنی و شرایط بهداشت تا سال 2030 برنامه ملی هدفناک تهیه می‌گردد که در دایره آن ما تصمیم گرفتیم حجم مبلغ‌زاری را زینه به زینه 2 برابر زیاد نماییم. در جمهوری تاجیکستان 98% نیروی برق در نیروگاه‌های برقی آبی استحصال می شود و این در حالی است که ما همگی 5% ظرفیت‌های هیدرو انرژتیکی کشورمان را از خود کرده ایم. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که اقتدار نیروگاه‌های برقی آبی خود را تا سال 2050 2 برابر افزایش داده در رشد اقتصادی سبز سهمی مناسب گذاریم. قابل ذکر است که حالا تاجیکستان از روی حصه استحصال نیروی برق از ذخیره‌های برقرار شونده آبی یعنی تولید انرژی سبز در جهان در مقام 6 قرار دارد. دوستان گرامی، کنفرانس امروزه باید بیشتر از لحاظ مساعدت و درک درست تهدیدها و مشکلات ساحه اینچنین دریافت راه‌حل‌های مؤثر و ثمره بخش در تاریخ ثبت گردد. در این جهت کوشش‌های مشترک باید به نتیجه گیری‌های مشخص و پیگیری منبع سازش‌های به دست آمده روانه کرده شوند تا انتظارهای جامعه جهانی از این روند به طور شایسته عملی گردند. با در نظر داشت این و با مقصد نظارت پیوسته روند عملی گردانیدن عهده‌داری‌های گرفته شده پیشنهاد می‌نمایم که کنفرانس نوبتی سازمان ملل متحد عاید به مسائل آب در جنبست 10 ساله بین المللی عمل آب سال 2028 در تاجیکستان برگزار کرده شد. جهت اجرای عمل و عهده‌داری‌های مذکور بخصوص تطبیق روزنامه عمل آب ما پیشنهاد می‌نماییم که روند آب دوشنبه همچون پلتفرم پیگیری وسیع استفاده کرده شود. اطمینان کامل دارم که تلاش‌های دستجمعانه و عهده‌داری و عمل‌های نوی ما در دایره این کنفرانس و تطبیق نتیجه‌های آن ثمره‌ای دلخواه خواهند داد. دوستان ارجمند، آب سرچشمه اساسی حیات محسوب می‌یابد. تاجیکستان کشور دارای ذخیره‌های بزرگی آب آشامیدنی میباشد. ما یک مقدار آب را از کوه سرس که در کوهسار تاجیکستان در بلندی 3500 متر واقع میباشد با خود آوردیم.
سرس واقعا چون نمونه نادری ذخیره‌های آبی پاک و مصفا که از پیریخ‌ها و کلاه‌های برفپوشی وطن ما سرچشمه می‌گیرد می‌تواند سالهای طولانی مردم منطقه آسیای مرکزی را با آبی آشامیدنی با صفت تأمین نماید. دبیر کلی سازمان ملل متحد جناب گوترش و شاید بعضی از حاضرین گرامی ضمن سفر به تاجیکستان از این کل و پیریخ‌های ما دیدن کردند. و همگان معلوم است که زیر تاثیر تغییر آبی اقلیم و دیگر روندهای گلوبالی سرچشمه‌های آبی آشامیدنی سال از سال کاهش می‌یابند. برای مثال از 14,000 پیریخ تاجیکستان در چند ده ساله آخر 1000 تایش پوره از بین رفته است. بنابراین پیشنهاد میکنیم که برای حفظ و ثمرناک استفاده بردن همه سرچشمه‌های آبی آشامیدنی برنامه‌های مشخص ملی، منطقوی و بین المللی تهیه و تطبیق کرده شوند. پیگیری این اقدام البته با عهده‌داری‌های ما در تطبیق روزنامه جهانی اقلیم هم آهنگ بوده همکاری‌های سودمند را با تمام شریکان تقاضا می‌نماید. در ضمن باید مکانیزم‌های با اعتماد معاصر برای تأمین آب و مدیریت ثمرناک مسائل مربوط به آب تهیه و راه‌اندازی گردند. امید دارم که با سعی و تلاش‌های مشترک ما به هدف‌های موافقه شده بین المللی مربوط به آب نائل خواهیم شد. از توجهتان سپاسگزارم و برای نتیجه بخش انجام دادن همایش امروزمان برای کار می‌خواهم. تشکر زیاد برای دقت.